سلام. من در این مسئله هیچی گفته نمیتونم. هیچی گفتنی هم نیستم. برای چی؟ برای آنکه 5-5 نیست برادرای عزیز. برای چی 5-5 نیست میگم؟ خیلی قانون طبیعت، قانون زندگی همیه. برای که یک روایت من روایت با شما بازم گوش راست میکنم. روایت مرد کمبغل و از کدام میاد پیش پادشاه و از کدام میگه وای من اینو بچه کدام بچه ما ببینید بوزبالگیش چنیده وای میگه فرزندی مرا بچه مرا میگه بوزبالگیش چنیده وای نه که میگه با همون بوزبالگیش با هم تیاقی دستش قطی هر روز میاد مرا تیاق شب میکنه ما ای بحری هم خیلی پسر گذاشته میگه ما خیلی پسر ندارم میگه این بچه مرا بوزبالگیش ببینیم میگه هر روز مقصد ای مولوانی میاد مقصد میگه مرا میزنه تو میگه بس بچه چیکارای میگه بچم مقصد پودوان میگه نه بغیر از پودوانش با چی کار میکنه میگه هیچ این وقتی که تولد شده تو با حاضر خطی برزگووا میگه خطی هم برزگووا خدم روز میشه و میره برزگووا رو میچرونه شب میشه میوه روز میشه میره برزگووا رو میچرونه شب میشه میوه میگه نه خیر میگه رنگی بچه میگه ای بوزبالگی رنگم برزگووش میره میگه خطی هم برزگووا میگه خط به خط میگیره خط به خط میگیره میگه میوه رنگ هم برزگووش ده پادشاه چی میگه در جوابش میگه نمیای فرزند کی تربیت نکدی ایدمی گو مول موندی ایدمی برزگو موندی فرزند برزگو میشه ایدمی بز موندی بز میشه ایدمی گوسپند موندی گوسپند میشه فرزند کی خونوندی تربیت کدی درنی آدم موندی انا وقت آدم میشه این مادر عزیزمون خیلی میدونم که مادر ای تربیت کردن میتونن ممکن برادر اکاوش امکیوش تقویوش آدم بدن قطعا هم آدمو میگشت این بچه هم آدم میشید این بچه دیگه این بچه رو آدم هم گفتند ما آدم هم باید نگیم خیلی آدم هم که جای دقیقه هم گوه کنونش دیگه رنگی گوه تمام یک گوه یه حیوان هایی این حیوان هایی این را با گفتم تو غوری نمیگیره این همی خیلی گفتنی ما برادرای عزیز در این مسئله چی خیلی که شما سوال کردین که مقصد چی گفتنی هم میده هم رنگی هم برزگو کنونش دیگه ایدستی خیلی برزگو هم کار میاد این باقی تنسات خونه بود باشین خداوند یارو مددگارتون مادر رو احتیاط کنین نگه هیچ گل ندارد بوی چوبوی مادر هیچ ماه ندارد روی چروی مادر البته مادران بزرگن برای بزرگی مادران چقدر سخن بگوییم کم است مادران عزیز در این ماه مبارک رمضان همه ما ملت تاجیک ما مردم تاجیک ما مسلمانان دست به دعا میبرداریم که خداوند بزرگ همه وقت تا وقتی که دنیا هست در بالای سر ما سایبان باشید. الله اکبر. زنده و سربلند و خانه آباد باشید.